فکر نمی‌کنم این رو عنوان تعارف یا تعریفی گفته باشم، اما واقعا وقتی که در یک مجلسی بودید، وقتی که علیرضا وارد اون مجلس میشد اصلا یه حالت دیگه پیدا می‌کرد و همه رو به یه نوعی سر یه حال خاصی می‌برد و ضمن اینکه آدمی بود اصولا نه که اهل معاشرت باشه، اصولا خیلی آدم ساکتی بود، اما وقتی که در اون محیط بود با همه واقعا یک رابطه خاصی پیدا می‌کرد و یکی از شاید بگم هنرهای خاصی که داشت که البته این رو هیچ وقت بشه که عمومی ابراز نمی‌کرد به دلایلی که حدس می‌زنید، اما عجیب قابلیت خوبی در جوک تعریف کردن، ادای افراد رو در آوردن و حتی صداها، به طوری که مثلا اگر یک فیلمی مثل ستار وارز یا نمیدونم یک فیلم جنگی می‌دیدید از آژیر نمیدونم نازی‌ها زمان جنگ جهانی دوم میتونست اداشو در بیاره تا هر صدای دیگر. واقعا یه استعداد خارق‌العاده‌ای داشت و شاید به خاطر این استعداد و گوشی که داشت علاقه‌مند به موزیک بود و موسیقی را خیلی دوست داشت. جزو چیزهایی که دوست داشت از نظر ورزشی غواصی بود و واقعا در این مورد میگم جاش چقدر خالی، چون بارها فرصت داشتم که باهاش غواصی بکنم و واقعا یک تخصص خاصی در این رشته پیدا کرده بود و در این سالهای آخر که خب خیلی غمناک‌تر و مشکل‌تر بود هی تشویقش می‌کردم که علیرضا توقع دیگران رو فراموش کن. آدم زندگی رو بر اساس توقع دیگران نباید بکنه. زندگی تو بر اساس توقعی که از خودت داری بکن. اون چیزی که واقعا علاقه‌مندی، هیچ چیزی تحت فشار نیست. هر کاری که می‌خوای بکن، اما کاری رو بکن که بهش اعتقاد داری. خب سعی می‌کردم دلداریش بدم. صحبت انقدر زیاد هست اما زمان کوتاه. آخرین باری که تونستم یک چند روزی رو با برادرم باشم، یه 2 هفته‌ای با هم در تعطیلات تابستان پیش بودیم و توانسته بودیم چند روزی با هم جام جهانی فوتبال رو نگاه بکنیم. این آخرین خاطره است که از برادرم دارم در اون فاصله که در اروپا بود با هم ارتباط و تماس تلفنی داشتیم و واقعا میخوام بگم که آخرین تصویرهایی که از برادرم دارم یک تصویر آرام یا تصویر واقعا ساکت. در اعماق وجدان و روح خودم وقتی که این طبیعتی که میدونم برادرم هم دوست داشتم، وقتی که این نظم و ترتیب و زیبایی عالم رو در مقابل خودم میبینم، همیشه به خودم میگفتم که اگه ممکنه چنین عالمی باشم و پشت سرش یک خالقی نباشه. کتاب‌های آسمانی به ما وعده دنیای دیگر و جای دیگری رو میدهند. نمیدونم راستش چگونه میتونم فکر کردم، اما ترجیح میدم باور داشته باشم که جای بهتری هست پس از زندگی در این دنیا. و اگر چنین هست امیدوار هستم که برادرم امروز و اکنون پیش پدرش، پیش خواهرش، پیش سایر عزیزانمون هست و زیاد نکشی که باز دوباره امکانه ببینیم. درود بر تو.
طرف خودم و خانواده‌ام، از شما که به یاد فرزند عزیزم علیرضا از راه دور و نزدیک برای همدردی در این محل جمع شده‌اید سپاسگزاری کنم. از شما هم میهنان که از سرزمین عزیزمان و از چهار گوشه جهان به یاد علیرضا و ما بودید و از پیام‌های پرمهرتان سپاسگزارم. علیرضا برای همه ما و دوستانش مردی بزرگ بود. او انسانی شریف، مبادی آداب و خانواده دوست بود. به بزرگترها احترام می‌گذاشت. او جوانمرد، متین، فروتن، مهربان و وفادار در دوستی بود. او بیشتر اهل اندیشیدن بود و دل مشغولی همیشگی‌اش سفر در ایران باستان. از شما که در شهرهای میهنمان به یاد او بودید و با شمع‌های روشن یادش را گرامی داشتید سپاسگزارم. پیام‌هایتان از این سو و آن سوی جهان در این شب‌های بلند پر از درد چراغ خانه ما شده‌اند. از شما که این غمنامه را به شعر و ترانه بازگو کرده اید سپاسگزارم. از مغازه‌داری که در کنار مغازه‌اش خرما گذاشته بود. از آنهایی که در صف اتوبوس به هم تسلیت می‌گفتند. از آنهایی که به یاد او گل در دریای خزر ریختند. از آن جوانی که در یک کتاب فروشی در تهران گفت من برای پسر شاه سیاه پوشیدم. و آن کسی که نوشت من از دوران پدرش آزرده بودم ولی امروز از مرگ این شاهزاده سوگوارم. از صمیم قلب سپاسگزارم. امروز علیرضای نازنین با ما نیست. همانطور که هم میهن هنرمندی در نامه‌ای پرمهر به من نوشت آن شب دیر وقت در شهری در غربت علیرضا خودش را از قفس پرواز داد. هر زمان که به علیرضا فکر می‌کنم او را پرنده‌ای از قفس رها شده در بلند آسمان می‌بینم. در واکنش رفتن او آنچه بیشتر به گوش می‌رسد